آقای دکتر قاسملو، خوشبختم که شما چند دقیقه از وقتتون رو به من دادیم. ممکن است شما خواهش کنم که قدری راجع به بعضی نیروهای خودتون در کردستان برای بینندگان تلویزیون ایرانی شرح بدید؟ شما حتما خاطرتون هست که بعد از انقلاب در واقع همه کردستان من جمله شهرهای کردستان در اختیار نیروهای پیشمرگ بود. بعد در 28 مرداد 1358 خمینی اعلان جهاد داد علیه مردم کردستان و جنگی در گرفت که ما اسمش رو گذاشتیم جنگ 3 ماهه، برای اینکه بعد از 3 ماه رژیم شکست خورد و پیشمرگان مجددا به شهرها برگشتن. 6 ماه ما با رژیم در حال مذاکره بودیم، ولی خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که با رژیم آخوندی بسیار مشکل است بتوان راه حل قابل قبولی برای طرفین پیدا کرد و متوجه شدیم که رژیم در واقع کسب وقت میکنه برای اینکه در اولین فرصت جنگ جدیدی را در کردستان راه بیندازه. پیش بینی ما درست درآمد و از نوروز سال 1959 مجددا جنگ در کردستان شروع شد که تا حالا ادامه داره. بعد از مدتی به علل اقتصادی و نظامی، چون اون موقع شهرها در محاصره اقتصادی رژیم بود و در ضمن هر وقت جنگی برخوردی در داخل شهرهای کردستان در می گرفت، پادگان‌هایی که در داخل شهرها قرار دارن مردم بی‌دفاع را مورد هدف قرار میدادند و در نتیجه عده زیادی از مردم بیگناه کشته می شدند. ما شهرها را ترک کردیم و به روستاها و کوهستانها عقب نشستیم. از اون موقع تا حالا همچنان که میدانید در واقع مجموعاً 6 سال که جنگ ادامه داره. در این 6 سال رژیم نیروی بسیار زیادی رو در کردستان جمع آوری کرده، از ارتشی و بسیجی و پاسدار و حتی عده‌ای که با سابقاً مخصوصاً از کردها با رژیم همکاری میکردن. الان ما فکر میکنیم که رژیم در کردستان نزدیک به 200,000 نفر رو در 3,000 پادگان، این 3,000 پایگاه نظامی، این آماری است که خود رژیم داره، این 3,000 پایگاه نظامی رو در کردستان که 3,000 پایگاه نظامی بزرگ و کوچیک داره و در 23 سربازخونه پادگان جمع کرده. و بعد از چندین سال جنگ، در واقع 2 سال پیش، ما به این نتیجه رسیدیم که با نیرویی که ما در اختیار داریم و با امکاناتی که رژیم داره ادامه جنگ جبهی برای ما ممکن نیست. به همین علت تاکتیک خودمون رو تغییر دادیم و به تاکتیک جنگ پارتیزانی متوسل شدیم. از اون موقع تا حالا برای ما روشن شده که رژیم بیش از پیش آسیب پذیره و به ویژه از بهار امسال پیشمرگان ما توانستند ضربات بسیار شدیدی به رژیم وارد بکنند. در واقع الان در کردستان ایران 3 نوع منطقه وجود داره. یکی مناطقی است که مناطق بسیار مهم استراتژیک هست، نقاط بسیار مهم استراتژیک و شهرها که در اختیار در کنترل رژیم قرار داره و البته هر وقت پیشمرگان بخوان وارد شهرها میشن، ولی به اون علتی که اون علت نظامی که قبلا ذکر کردم، ما این کار رو فقط در حالت استثنایی انجام میدیم. همچنین که در این چند روز گذشته پیشمرگان وارد شهر کامیاران شدند و اونجا عملیات بسیار خوبی انجام دادند. و در این منطقه رژیم کوشش داره که با جمع‌آوری نیرو هم شهرها رو و هم راه‌های استراتژیک رو کنترل بکنه و البته احتیاج داره برای این راه‌ها برای ادامه جنگ علیه عراق. بعد منطقه دومی وجود داره که اونجا را ما اسمش منطقه مختلط گذاشتیم. از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر این مناطق و به ویژه راه‌های نظامی در اختیار رژیم قرار داره و از ساعت 5 بعد از ظهر نیروهای رژیم عقب نشینی میکنن به پایگاه‌های خودشون و در واقع کنترل میفته به دست پیشمرگان. منطقه دیگه هم وجود داره که
در اونجا رژیم هیچ نوع کنترلی نداره و در این منطقه فقط پیشمرگان در واقع کنترل روستاها و مناطق استراتژیک رو در دست دارن. لابد سرحدات و خود مرز هست. در بله مناطق مرزی هست. در این منطقه ما یک شهر کوچیک را هنوز هم در اختیار داریم که شهر نوسوده. رژیم خیلی کوشش کرده که این شهر رو پس بگیره ولی تا کنون موفق نشده است. از بهار امسال اینطور به نظر میاد که در واقع وضع از نظر کیفی به نفع ما تغییر کرده و پیشمرگان ما شروع به عملیات تهاجمی نمودند. آماری که من دارم نشون میده که در این مدت پیشمرگان توانستند 32 پایگاه رژیم رو به تصرف خود در بیارن. اون چه از همه مهمتره این است که افراد رژیم روحیه خود را باختند. سابق کوشششون این بود تا آخرین فشنگ بجنگن و به قول خودشون برای شهادت به کردستان می اومدن، ولی حالا نسبتاً زود تسلیم میشن و نتیجهش اینی که هم تلفات ما بسیار کمه و هم مثلا برای اینکه مثالی بیارم یک پایگاه 150 نفری را پیشمرگان به تصرف خود در آوردن حتی بدون اینکه یک نفر هم زخمی داشته باشن. و این مسئله دومی است که مهمه، غنایم زیادی به دست پیشمرگان میفته وقتی که تسلیم میشن بالاخره. بله. البته عده زیادی هم اسیر میشن. ما رفتارمون نسبت به اسرا بسیار ساده است. سربازها را همونجا آزاد میکنیم، بعد از اینکه کوشش میکنیم توضیح بدیم برایشون که در کردستان ما برای چی میجنگیم، آزارشون میکنیم. بسیجی‌ها را که نوجوانای 13 تا 15 16 ساله هستن اونا را همینطور آزاد میکنیم. فقط پاسدارا رو و البته افسران ارتش رو زندانی میکنیم و در زندان نگه میداریم، گاهی برای مبادله و گاهی هم اگه جنایاتی مرتکب شده باشند خب مدت طولانی در زندان ما باقی میمونن. ممکن بفرمایید این اسیران تعدادشون حدوداً چقدر است؟ والا سابقا اسیران تعدادشون خیلی زیاد بود. ما در چندین زندان نگهداری میکردیم، هم به علت اقتصادی و هم این که گاهی مجبور بودیم جای زندان را تغییر بدهیم. به این نتیجه رسیدیم که فقط پاسدارا و افسران رو نگهداری بکنیم. حالا بیش از چند صد نفر نیستن تعداد اسیران. ممکنه از شما بپرسم که نیروی شما اصولا برای دفاع از خود و یا تهاجم از چه نوع اسلحه‌ای استفاده میکنه؟ ما ببینید وقتی که انقلاب شد، ما بعد از انقلاب پادگان مهاباد رو به تصرف خودمون در آوردیم و اسلحه نسبتاً متنابهی در این پادگان بود. از همه اون اسلحه ما تا کنون استفاده میکنیم. البته در شرایط جنگ پارتیزانی اجباراً از استفاده از اسلحه سنگین صرف نظر کردیم، ولی از اسلحه متوسط، از خمپاره، از سلاح‌های ضد تانک و ضد هواپیما استفاده میکنیم. من میتوانم بگویم که از نظر اسلحه ما کمبودی نداریم و هم به اندازه کافی اسلحه در اختیار پیشمرگان هست و هم اسلحه‌ای که به درد جنگ پارتیزانی میخوره در اختیار داریم. گاهی اتفاق میفته که از نظر مهمات در مضیقه میفتیم، ولی با ادامه جنگ ایران و عراق و وضعی که پیش اومده، تهیه مهمات از طرق مختلف در کردستان ایران کار آسانی شده و شاید تعجب بکنید که گاهی اوقات قیمت مهمات حتی کمتر از اون قیمتی است که در کارخانه میفروشندش. علتش فکر میکنید چه باشه؟ علتش تهاجم بزرگ فرض کنید ارتش ایران هست که مقدار زیادی اسلحه رو به جلو میفرسته، بعد عراق حمله میکنه و فرض کنید ایران عقب نشینی میکنه، مهمات جا میمونه یا دست مردم میفته یا خود کسانی که همکاری دارن با رژیم این مهمات رو میفروشن. و فکر میکنم که به ویژه در این حمله‌ای که به اسم بلفجر 9 در کردستان انجام گرفت، رژیم مهمات بسیار واقعا زیادی رو در میدانهای جنگ به جا گذاشت بعد از عقب نشینی.
دکتر قاسملو، شما تا مدتی قبل با مجاهدین همکاری میکردید، ممکنه راجع به علت اختلافتون با مجاهدین بفرمایید؟ ما علت همکاریمون با مجاهدین این بود که مجاهدین اعلام میکردن که به دموکراسی اعتقاد دارند و طرفدار خودمختاری هم هستند. همچنان که اطلاع دارید شعار اصلی ما عبارت است از دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان. ما 4 سال در شورا و حتی چند ماه قبل از ورود به شورا با مجاهدین همکاری کردیم و اون موقعی که بعد از 30 خرداد سازمان مجاهدین در سال 1360 مورد حمله قرار گرفت، مورد یورش رژیم قرار گرفت، ما همه امکانات خودمون را در کردستان در اختیار مجاهدین گذاشتیم. متاسفانه 4 سال همکاری به ما نشون داد که سازمان مجاهدین به دموکراسی اعتقاد نداره و ما طرفدار این بودیم که شورا برای خودش هویت مستقلی پیدا بکنه، در حالی که کوشش مجاهدین این بود که در واقع شورا در خدمت سازمان مجاهدین باشه. برخوردهای غیر دموکراتیک بسیاری از مجاهدین دیدیم از طرفی. بعد هم با اینکه پروژه طرح خودمختاری را امضا کردند بعد از بحث‌های بسیار طولانی، ولی در عمل دیدیم که مثلا با خودمختاری آذربایجان و بلوچستان مخالفت میکنن و حتی اعلان کردن که اگه شورا روزی موافق باشه که به بلوچستان یا آذربایجان خودمختاری داده بشه، مجاهدین از شورا بیرون خواهند رفت. به این ترتیب ما به این نتیجه رسیدیم که این که خودمختاری کردستان را هم پذیرفتند بیشتر از روی حساب و در نظر گرفتن تناسب قواست، نه از روی عقیده به خودمختاری. و بعد اون مسئله مذاکره رو عنوان کردند که واقعا مسخره بود، برای اینکه متاسفانه باید بگم که الان در ایران ما تنها نیرویی که حضور داره در داخل کشور ما مبارزه میکنه حزب دموکرات کردستان ایرانه و ما نشون دادیم که همون چیزی که میگفتیم که در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی هیچ کدام از خواسته های اساسی ما که مربوط به دموکراسی و حقوق ملی است در واقع تحقق نخواهد یافت و به این ترتیب دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر رژیم خمینی باقی مونده. آقای دکتر قاسملو، با وجود اینکه شما کراراً تاکید کردید که استقلال و آزادی رو برای ایران خواهان هستید نه کردستان تنها، چگونه است که شما با گروه‌های ملی همکاری ندارید؟ اولا که ما به طور کلی طرفدار یک ایران مستقل و متحد هستیم و هیچ خواستی رو تا کنون مطرح نکرده ایم که خارج از چارچوب کشور ایران باشه. ما ایرانی می‌خواهیم دموکراتیک و در چارچوب ایران دموکراتیک خواهان خودمختاری برای کردستان هستیم، همچنان که خواهان حقوق ملی دیگر خلق‌های استمدادی ایران هستیم و ما ترجیح میدیم، مخالفتی نداریم که حقوق خلق‌های استمدیده به شکل فدراتیو حل بشه، یعنی ایران تبدیل بشه به یک جمهوری فدراتیو مثل کشورهای بسیاری که در دنیای امروز وجود داره و وحدت و استقلال خودش حفظ بکنه، ولی همه در داخل این وحدت و استقلال به حقوق خودشون برسند. اما از نظر همکاری با سازمان‌ها و نیروهای ملی‌گرا، قبل از اینکه جواب این سوال رو بدم میخوام اضافه بکنم که ما خودمون رو کمتر، یعنی از هیچ نیرو یا از هیچ سازمانی کمتر ایرانی نمیدونیم. به هیچ کسی هم حق نمیدیم که خودش رو از ما ایرانی تر بدونه. دلیلی هم برای این در واقع نمیبینیم. ما حاضر به همکاری با همه سازمان‌های ایرانی، با همه نیروها، با همه شخصیت‌ها هستیم، ولی به شرط آنکه این سازمان‌ها علیه رژیم خمینی مبارزه بکنن و کوشش هم نکنن که مجدداً سلطنت را در کشور ما احیا بکنن. مخالفت ما با سلطنت از روی تعصب نیست.
یک مخالفت اصولی است. تجربه تاریخی کشور ما نشون داده که ایران رو نمیشه با سوئد یا با انگلستان مقایسه کرد. سلطنت در ایران معمولاً با سخنان بسیار زیبا و دموکراتیک شروع میشه، همچنان که وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید او را شاهنشاه جوانبخت دموکرات مینامیدند. ولی بعد از مدت کوتاهی، حالا بستگی به وضع داره، این شاه تبدیل میشه به دیکتاتور. برای اینکه پایگاه مردمی در کشور نداره، به طریق اولا از طریق استبداد و دیکتاتوری باید حکومت بکنه یا سلطنت بکنه. ثانیاً به همین علت وقتی که تبدیل شد به یک رژیم استبدادی و پایگاه مردمیش را به کلی از دست داد، وابستگی پیدا میکنه به خارج. سلطنت در ایران، تاریخ معاصرش رو نگاه بکنید، مدت طولانی وابستگی داشت به روسیه تزاری، سپس به امپراتوری انگلستان و اخیراً به امریکا. ولی ما کشوری میخواییم هم دموکراتیک و هم مستقل. من فکر میکنم که هر ایرانی آزادی خواهی به این دو علت باید مخالف سلطنت باشه. ولی اجازه بدید من به عنوان نماینده حزب دموکرات و کردها یک دلیل دیگه هم اضافه بکنم و اون این که سلطنت یا رژیم شاهنشاهی برای ما، یعنی در واقع هم همینطور بوده، عبارت است از تمرکز قدرت در تهران و ما که خود مختاری طلبیم مخالف چنین تمرکزی هستیم. ما برعکس یک ایرانی میخواهیم که فدراتیو باشه، سیاست عدم تمرکز در کشور پیاده بشه، همه قدرت در تهران جمع نشه، بلکه مردم ایران، مردم استانهای مختلف ایران بتوانند اختیارات بیشتری داشته باشند از طریق نمایندگان خودشون، از طریق مجلس یا شورایی که انتخاب میکنن. و فکر میکنم که دنیای مدرن در اروپا، امریکا و کشورهای پیش افتاده به طور کلی به سوی یک چنین تقسیم قدرتی میره، نه تمرکز قوا در یک جا و اون هم در دست یک شخص. این علت مخالفت ما با سلطنت. و در ضمن جز این البته ما کسانی که مخالف رژیم هستند و به هر شکلی که علیه رژیم مبارزه میکنن، حتی به شکل مبارزه منفی اون نوع که مثلا گاندی مبارزه میکرد، برای ما قابل قبولند و قابل احترام. ما فکر نمی کنیم که هر کسی که مخالف رژیم هست حتما باید اسلحه بردارد یا حتما این امکان را دارد که متوسل به سلاح بشود. شرایط مختلف در بخش‌های مختلف ایران، در استان‌های مختلف یا در روستا و شهر، در کوهستان و اون جایی که دشت، با هم فرق داره. به این ترتیب ما از هر نوع مبارزه، از مبارزه مسلحانه گرفته تا مبارزه فرهنگی علیه رژیم خمینی استقبال میکنیم. مثلا مبارزه ای را که خانم‌های ایرانی در مقابل اونچه رژیم اسمش را بی حجابی یا بد حجابی مینامند از پیش میبرند، این مبارزه را هم مبارزه میدونیم. و بگذاریم از مبارزه ای که کارگران میتونن در کارخانه ها بکنن و فرهنگیان میتونن در بخش‌های فرهنگی و دانشجویان در دانشگاه بکنن. همه اینها به نظر من کمک خواهد کرد که ما هرچه زودتر بتوانیم رژیم خمینی را سرنگون بکنیم. بعدم عقیده ما این هست که بعد از رژیم خمینی و بعد از اینکه مردم ایران دو دیکتاتوری رو پشت سر گذاشتن، باید به این نتیجه رسیده باشند که تنها یک رژیم دموکراتیک بر اساس پلورالیسم سیاسی، بر اساس اینکه هر سازمان و گروهی آزادانه در چارچوب یک کشور جمهوری بتونه عقاید خودش رو اظهار بکنه و برای پیشبرد عقایدش مبارزه بکنه، در یک چنین چارچوب ایران ما خواهد توانست هم استقلال خودش رو حفظ بکند و هم به کشورهای دموکراتیک پیشرفته جهان بپیوندد. جز این متاسفانه باید بگویم، بدون اینکه بخوام بی خودی پیش بینی کرده باشم، اگر
در ایران بعد از خمینی رژیمی دموکراتیک بر اساس پلورالیسم به وجود نیاد، جنگ داخلی در خواهد گرفت و جنگ داخلی در کشوری مثل کشور ما که از نظر استراتژیک اهمیت جهانی داره، در شمال بیش از 2000 کیلومتر مرز مشترک با اتحاد شوروی داره، در جنوب خلیج فارس هست که منطقه اقتصادی و استراتژیکی بسیار مهمیه. در یک چنین کشوری جنگ داخلی حتی میتواند استقلال و تمامیت ارضی کشور ما را به خطر بیندازد. به این ترتیب وظیفه همه ایرانی های آزادی خواه این است که از همکنون برای یک ایران دموکراتیک پلورالیستی مبارزه بکنند و زمینه را برای همکاری و ائتلاف برای چنین ایرانی از حالا تدارک ببینند. پس اینطور که دشمنان شما عنوان میکنند شما رویای جمهوری کردستان رو در سر ندارید؟ ما همچنان که گفتم تمام خواسته هامون رو میخواهیم در داخل ایران در چارچوب استقلال و تمامیت ارضی ایران به تحقق برسانیم. ما هیچ نوع تمایل جدایی از ایران را نداریم و اصولا من در کردستان ایران نیروی تجزیه طلبی نمیبینم. این اتهامی است که در رژیم شاه به ما وارد میکردن و رژیم جمهوری اسلامی هم این اتهام رو، این تهمت ناروا را به ارث برده. من با کمال مسئولیت یک بار دیگر اینجا اعلام میکنم که ما خواست خودمختاریمون در داخل کشور ایران قابل تحقق است و به هیچ وجه در فکر تجزیه ایران و جدایی از ایران نیستیم و در ضمن یک بار دیگه تکرار میکنم که کسانی که این اتهام را به ما وارد میکنند بهتره کمی فکر بکنن که چه دلیلی دارند برای اینکه اونها خودشون رو ایرانی تر از ما میدانند و برای ایران دلسوزی بیشتری نشان میدن. من فکر میکنم که با مبارزه 7 سالمون علیه رژیم خمینی که هم اکنون متاسفانه در صحنه ایران به تنهایی این مبارزه خونین را داریم ادامه میدهیم، نشان داده ایم که ایرانی های بسیار میهن پرستی هستیم و در این زمینه از هیچ ایرادی به ما وارد نیست. آقای قاسمی خیلی متشکرم از اینکه چند دقیقه وقتتون رو به من و تلویزیون ایرانیان دادید. منم خیلی از شما متشکرم و امیدوارم که سلام مرا به همه هموطنان ایرانی ما در امریکا برسونید.